خوش آمدید با افیری امروزه ما. مرحبا دوستی عزیز، پادپیسه نباشه حتما پادپیسه شو و لایک اگزور از طرف بالاییم باش کن و با کدومی که اگر لازم باشد برای پیوست شدن طریق واتساپ یا که تلگرام در اینجا نمره تلفن خود رو میگذارم. سرور واتساپ پلاس لایک اگزور بالاییم باش تلگرام یک بار حقیقی که موجه پلوس 992 918 507 901. خب در اینجا دوستان عزیز در اینجا نمره تلفن خود را در اپراز گذاشتم و با کسی لازم باشد برای پیوست شدن میتواند حتما پیوست شود. عبدالفیض شما دی برات با افیری امروزه ما. سلام، مرا شناختی یکم؟ علیک سلام عبدالفیض. نه ردنوی نشناختم. خب هستی تنجی برات. بله دوستان عزیز، خیلی که گفتیم نوار امروزه یعنی که ساختن کاراوکه از سهراب سفرزاد است، یعنی که از شادروان سهراب سفرزاد است. الله میرم و رحمت مغفرتش کنه. و امروز قسم دیمش یعنی که قسم جنبستی کاراوکه از سهراب سفرزاد یعنی سرودی عشق من یا اینکه عشق پر احساسی من، نامی سرودش چنین هم دارد. ردنای عبدالفیض راستی در خاطرم نیست، چون که بسیار می نویسند در تلگرام در واتساپ، در یادم نیست. خلاصه گپ خوب است تنج، سلامتی زور کارات خوب آمد تنج. ردنای ما شما دی به افیر ما وقتی بیکاری افیر میکنیم مرحمت پراپوسکات نکه، یعنی که ساعت های 8 به وقت مسکو و ساعت 10 به ما وقتی را بگیم تاجیکستان می شود و امروز 1 ساعت دیر کردیم، ساعت 9 آغازش کردیم، پشتی ساعت 9 های بله ساعت 9 روسیه و 11 تاجیکستان های. حتما بگیم که شروع کنید در افیر امروزه ما. امروز خیلی گفتیم ساختن قسم دیمی کاراوکه از سهراب سفرزاد، سرودی با نام عشق پر احساس من یا اینکه عشق من نام دارد که آن را یعنی که قسم دیم روز گذشته متن را نوشتیم و سینخرونیزاسیون کردیم و امروز باشد ادامه همون سرود است که ما باید که قسم جنبستیش به انجام رسونیم. خیلی که میگم فینالش میگم فینالی سرودت به انجام رسونیم. خب کسانی که در کانال ما پادپیسه هستند آنها میدونن که سخن عین حال در پیش کامپیوتر درباره چی رفته شده است، یعنی که ساختن کاراوکه از سهراب سفرزاد. خیلی گفتیم الله میرم رحمت مغفرتش کنه. این کاراوکه ردنای عبدالفیض اگر داشته باشی روان که بعد فراموش نکنید که یگان سرود کهنه نمیشود. ردنای یگان سرود کهنه نمیشود، یگان آهنگ کهنه نمیشود، وقت هم خیلی نو میمونه. بعد داشته باشی نوشه روان که ردنای میدونی تلگرام و واتساپ میره. و برادرها کدومید که مینوس دارید اگر میخواهید کانال رو دستگیری کنید با مینوس های خودتون، نمره تلفنی ما در اینجا گذاشته شده است، میتونید که شما روان کنید. شب‌های دراز نقص سروده. بله شب‌های دراز ناله دارد دل من. بله حاضر می نویسم. سلامت باشی ردنه چگو کگیتا написано Ерик пон. Добро пожаловать Ерик или Ярик.
Добро пожаловать в наш эфир. Чего, ничего здесь создаем, просто караоке, все. Брат, это канал караоке, таджикский караоке. Это хорошо, что вы поняли. Брат, просто подождите, говорю, сейчас разговариваю с своими подписчиками, поэтому вы не поняли. Сначала не поняли, что говоришь. Угу. Марат Агаев, привет, добро пожаловать в наш эфир. Марат Агаев, я из Таджикистана, брат. А вы откуда? Я с Ташкента. Привет, Ташкента. Это хорошо. Ташкент. Ташкент, Узбекистан. Почему ты себя не показываешь? Как говорит, это важно, что я себя должен показывать, да? Марат Агаев, я должен себя показывать. Но на моем канале есть видео, которые я себя показывал, короче. Русский не очень понимаю, поэтому плохо говорю. Что я еще? Мне что надо? Флешки, да? Короче... Забыл, что скачать его. Скачать. Брат Марат, я просто как говорят, я просто покажу, как делать это караоке. Хочу с вами, короче, с своими подписчиками общалась и
делать караоке, короче. خب معلنجون قدم از اون عشق من قدم از اون منتج نسیم program snaps minus شب ها просто عشق من نایستادم چه دم در جوری عشق من водка Спасибо, брат Марат. Вам тоже удачи, брат. Ну, что мне тоже делать? Вот. Как так получилось у меня? Если ты его не показываешь, это очень плохо. Короче, вот, на чё. Это уже Ираму тайёр кардан наметонем ба хотире ки нотамоме ҳамин тарчи
Samsung خوش آمدی براد با افیری موزه ما. خیلی اپوز بود در افیر نبودی و فکر کم کدام وقتا میکردیم افیر داخل میشتی سامسونگ ایلی کامنتاری می نوشتی خیلی بود. اینجا که خوبه. آکا جون سرودی کرتای تو رنگی برام داره این کرتای تو من چی برسیم چی خیلی میگه هر شب از آب دیده میگه یا یک شب آب دیده هر شب آب دیده یکی در شب آب دیده خیلی نکم چی میگه نمروی واتساپ تا نویس اکما یک подписчики شما Родной Джон, номер WhatsApp има на иштагиай опрос, унама опрос абудро WhatsApp плюс Telegram. Ёинки на мегум банависиш плюс 992 918 507 901 507 901 ما در همه ویدیوی گلاو نیده نمره تلفنم هست بی مشکلی یا ویدیو ما تماشا که بی مشکلی در اولش هستن ویدیوی من شبی محتاب شب های نچه شبی محتاب نامسرو هش در شب و شب دل شکستی سنم نکرده عاشقی فرحت или فرحت Братан, напиши по-русски или по-таджикски. Здесь вы, короче, добро пожаловать сначала в наши эфиры. Напиши по-русски или по-таджикски. Не знаю, это узбекский написан или турецкий написан. Я не понимаю. من نمیفهمم چی می نویسی برا فرحت ایلی کتم خلاصی گب من نمیفهم چی میگه هر شبه از آب دیده من فکر میکنم چنین میگه هر شبه از آب دیده هر شب از آب
این آمده جوان نیستم هر شبه بینیدم هر شب دیدم هر شب دیدم چی را اوتر زنم قلعه را اوتر زنم خونه را اوتر زنم خب خونه را آتش زنم خانه را آتش زنم شمع را سوزن شمع را سوزن دل پروانه را شمع را سوزن دل پروانه را شمع را سوزن دل پروانه را سوزن دل پروانه را شمع را سوزن دل پروانه را آتش زنم من نفهمیدم این میسرش دقیق بر رفت اسم در روزی باشید این میسره هر شب عذاب دیده خانه را آتش زنم شمع را سوزد دل پروانه را آتش زنم هر شب عذاب دیده خانه را آتش زنم شمع را سوزد دل پروانه را آتش زنم خب این مصرع‌های خونده یک مرتبه اینو بس اینجا باید 4 مصرع شد چی با کسی تاشید چی خیلی شد شمع را سوزد دل پروانه را آتش زنم پروانه را دل پروانه خیلی تش میکنیم گروه نیست انت میکنیمش 4 مصرع میشه هر شب عذاب دیده خانه را آتش زنم شمع را سوزد دل پروانه را آتش زنم با همین تکرار می شود بعدی تکرارش یا برده بینیم با غمخونه گفت؟ با دی مراتبه غمخونه را آتش زنم میگوید خب در اینجا ادامه میکنیم غمخانه خانه خیلی غم
Вот так. Или غمخونه کجان منصوب که ردنوی در واتساپ بزرگیست که ننویسه که ما در چی دیم افیر دیم از این مزربان مستون لایق خالق سرالی کرده ترنجی برام خانه را آتش زنم غمخانه را آتش زنم چی بوده اینجا؟ نه این آمد شما ده برادرها گذاشتن لایک فراموش نکنید دو چشمانم برا خب دو چشمانم برا دو چشمانم برا چی؟ دو چشمم براحت دو چشمم براحت کی بیایی بیایی دو چشمم براحت کی بیایی بیایی دل و جانم فدایت دل و جانم فدایت دل و جانم فدایت کی بیایی دل و جانم فدایت کی بیایی دو چشمانم برات کی بیایی دل و جانم فدایت کی بیایی دل و جانم فدایت کی بیایی تورید میشه تکرار میشه اینم میگذاریم بیا جون بیا یار جون بیا یار جون که مردم از فراقت بیا یار جان که مردم از فراقت یار جان که مردم از فراقت تو یاری بی وفا تو یاری بی وفا علیک سلام علیکم برادر جان علیک سلام برات احمد مسلم شما دی برات با افریمو تو یاری بی وفا آخر کجا تو یاری بی وفا آخر کجا این شدید مثلا
همین خانم دست میگه چند دیگه؟ 23 گیگابایت 23 قطور؟ خوبه. آخر کجا خب این میستراش باز تکرار می شود تکرارا می گذاریم احمد مسلم سلامت باشی اگر که مینوس داشته باشی روان کن من در شکل کراوکه می سوزم چون که اینها را به ما روان کردن ما دسترسی نداریم به سرودی آخرونش یا با مینوسی آخرونش دلم را عاشقا دلم را عاشقا دیوانه کرد مرا با یک نگاه دیوانه کرده دلم را عاشقا دیوانه کرده غمخانه من انگارش نکردم همون شده بود شده پشتی هشی دلم را عاشقا غمخانه کرده مرا با یک نگاه دیوانه کردی دلم را عاشقا غمخانه کردی نام سرودش این باز کدام سرودش سرودی شبی مهتاب نامش گذشت از بین ما گذشت از بین ما گذشت از بین ما گذشت از بین ما چند روز و چند ماه چند روز و چند ماه گذشت از بین ما چند روز و چند ماه اگر از خود مرا اگر از خود مرا Quiero
حوزی گفتم که نام سرود شبی مهتاب گوش نکردی. خدماتی اخیران باید چه این باز کردن سروش باردار سوالا جواب ندادیم. از جواب دادم خودت گوش نکردی. خدماتی را اخیران باید چه اگر امکانیتش باشه مینوسشه کنین بهتره میشه. و پیشکی رحمت ما گفتم جواب شکی ندارم مینوس شرط نوی اگر دوشه باشه مینوسشه روا که ما در شکل کراکی میسازیم یا اینکه دسترسی مشید حتما میگذاریمش. مگر از خود مرا شمر سوزم دل پروانه را هر شب عذاب دیدم خانه را آتش زنم شمر سوزم دل پروانه را آتش زنم شمع سوزم دل خانه را آتش زنم خانه را آتش زنم غم خانه را آتش زنم غم خانه را آتش زنم ما اینا تیار کردیم مینوسش هست که ما تیار کردیم. شب عذاب دیدم خانه را آتش زنم شمع را سوزد دل پروانه را آتش زنم هر شب عذاب دیدم خانه را آتش زنم تو این ریتم تیز میره چی که نفهمم. سوزد دل پروانه را آتش زنم هر شب عذاب دیدم خانه را آتش زنم هر شب عذاب دیدم خانه را آتش زنم شمع سوزد دل پروانه را
هر شب عذاب دیده خانه را آتش زنم، شمع را سوزم دل پروانه را آتش زنم. هر شب عذاب دیده خانه را آتش زنم، شمع را سوزم دل پروانه را آتش زنم. خانه را آتش زنم، خانه را آتش زنم. بله دوستان عزیز، با همین افیر امروزه رو با انجام میرسونیم و نصیب و شد تمام شد افیر آینده. باقی خونه آباد و سربلند باشید.